ای حسن بهار زود روز تبریک، با بخت هزار زود روز تبریک. خوشبخت و سعادت و سلامت باشی، با اوج و برار زود روز تبریک. امروز یک بانوی هنرمند خوش صدا، خوش سیما، خوش گفتار و خوش رفتار که طول چندین سال است روی صحنه تاجیک است و دل هزاران هزار مخلص را تسخیر کرده است. سرویناز یوسفی جشن مولود دارد. اپای عزیز، امروز این مولود خجسته‌تان را از نام خود، از نام کل هنرمندان و مخلصانتان برایتان تبریک میگوییم. سرویناز یوسفی نوبسته از هنرمند بودن خود خیلی زن خاکسار و مادری مهربانی، دو فرزند و یک همسر خوب برای شوهر در عائله است. همین است که همگان دوستش می‌دارند و احترامش می‌کنند. اپای عزیز، جشن مولودتان مبارک. در این روز خوشت از درگاه خداوند برایت پیش از همه سلامتی و تنصیحتی را تمنا میکنم. بگذار تمام شادی ها و خوشبختی ها دنبالت باشند و مادرت را خداوند نگهبان باشد و همیشه سایه‌شان را از سرتان دور نکند. چو بودن مادر در هر خاندان بزرگترین ثروت است. بنابراین امروز از فرصتی مناسب استفاده برده هم برای خوشبختی خودتان و هم برای سالمی مادرتان و درگاه خداوند دعا خواهیم کرد. اپای عزیز و مهربان، بگذار شهرتتان از امروز دیده بیشتر و شادی هایتان زیاد و بردوام باشند. خوشبختترین زن دنیا، موفقترین هنرمند صحنه تاجیک، پرمهرترین مادر دنیا و زیباترین و خوبترین همسری شوهرتان باشد. ای بانوی قشنگ و زیبا، ای بانوی ناتکرار، ای اپای عزیز و مهربان، جشن مولودتان مبارک. این روز زود روزتان مبارک.